سحر روز خیلی خدای عزیز یا پیغام برای کسک نخندید شما کسک برای اشتراکچی جنگ قصه درباره اشتراکچی جنگ نمیسای همون غلبه کدام آمده یک رزوچک در کار نمیوان رزوچک میوان ایوان میگیرن میبرن مصیفتی بیچاره پسلتی مصیفت یک خالده تیر میتیان در خش بار میکنن لباسای ویری میپوشوننشه های انامجا مگه جای تو پازیسی است سنایپر دست میتیان مصیفت تو پیش عقاب میده و ضعیبت بشه دوری عقاب میدوره وزبین و خیلی تو میخونه میشه ریشی نمیخوندگی با لباسای ایوان پوشیدگی آمدگیش خطش میگیره دوری میان دو بستگی وزبین نمیفهمه جنگ نمیفهمه دوری اما عقاب دو لباسا رو میره عبرت لباسای گرج دانس که خطش میپوشه ریشی نمیخواد تیاق در دست سبحان الله الحمدلله یا نمیسه هم بالا میام خواهان داخلی آخر کسک دست است سنی یوانی چه مگه خند خاخ ای ایدورا خانیگا مگه کسیاچه شوخی لکه چشم پشت میرسه سربلندی خانه آبادی گبای ما خنده شما برادرای عزیز یا پیغام با تمام مردم ما که همه سلام آن رسانده نمیتونیم همه شما رو من دوست میدارم با منظرت میپرسیم اگر دیگر خطا کشیده باشه سحر روز که در کابینت اوخ گارل ناس تق تق میشه و راز میگه درون یک مرد هم خیلی تازه خیلی آیسته آیسته میداره پیش کابینت دکتر مثل چول شای بروک میره خیلی بالا استال میمونه چول پاقای فرای زمان خیلی نگاه میکنه میگه ما چیکار کنم شما دو اورولوگ در کره اما اوخ گارل ناسم چون بگفته ای خیلی گفته ما همه جورام وقتی هر هفته روز شنبه جمع میشیم بنیاده بین مانیه بازی های همه چول مانتور استال میمونیم اوسیت میده ملتا خطی هاپا میگه اوسپت کریم بگیریم نگیریم میزننده با گفته شما دو اورولوگ در کاری پاقه میری چیکار میکنن او گفته که اکرسی نمی شما مد در کارن که همون وقتی هاپا گفتند همه که به من نمیشنوم